سلام دوستان، به چنل گیمکست خوش اومدید. امروز اومدیم با یک ویدیوی اختصاصی از الدن رینگ و میخوام بهتون بگم که چجوری خیلی راحت نصف جون مارگیت د اومن کینگ رو ببرید و دیگه فقط فاز دوم رو باش بجنگید. قبل از شروع حتما چنل ما رو ساب کنید، کامنت و لایک هم فراموشتون نشه. مارگیت رو استگر کنید در واقع و بتونید فاز اولش رو بدون خونریزی برید جلو. شما به یک آیتم نیاز دارید به اسم مارگیت شاکل که خیلی ها معمولا میگیرن اولش، اینو همون ابتدای بازی باید بگیرید. شما اینجا که فرست استپتون هستش، شما باید بیاید به این قسمت نقشه که یه غاری هست، اینجا میرید. یه باس فایت مسخره‌ای داره که اسم طرف پچز اینجوریه که شما نصف جونش رو حالا میزنید، بعد ازتون درخواست بخشش میکنه، شما باید ببخشیدش. این نکته مهمی. بعد از بخشش اون یک مرچنت میشه براتون و باید آیتم مارگیت شاکل رو ازش بگیرید که فکر میکنم 50,000 رونم باشه قیمتش، یا 5,000 رون دقیقا الان یادم نیستش. ولی خب یادتون باشه پچز رو ببخشید تا تبدیل به مرچنت توی بازی بشه. البته که آدم عوضی یه مقدار بهتون خیانت اینا میکنه، ولی خب موضوعی خاصی نیست. پس از این قسمت میاید، یعنی این غار میاید مارگیت شاکل رو میخرید. حالا باید چی کار کنیم؟ یادتون باشه، حالا قبل از اینکه وارد اونجا شیم بهتون بگم چجوری فاز اول بدون خونریزی بزنیم. این راهکار به درد فاز دوم دیگه نمیخوره. شما فقط فاز اول میتونید اونو استگر کنید، تو فاز دوم نمیشه و باید هم از سلاحی استفاده کنید که اونو استان نکنه، چون اگه استان شه تو همون فاز اول هم بلند میشه بیچارتون میکنه. من ترجیحاً از این سلاح استفاده میکنم که بلات پرت میکنه و آموزش پیدا کردنش هم توی ویدیوهای دیگه از نکات اولیه الدن رینگ هم هستش، میتونید برید ببینید. خب حالا باید چی کار کنیم برای اینکه استگر کنیم باسو؟ یادتون باشه همونطور که گفتم میردون داخل نباید از سلاحی استفاده کنید که اونو استان کنه بعد 2-3 تا ضربه. من یه سلاح دارم میبرم که فقط بلات پرت میکنه و کسی هم استان نمیکنه. و اینکه هر سلاحی هم استفاده میکنید باید پشت هم ضرباتتون رو بزنید، اصلا نباید فرصت بدید بهش، چون ممکنه از حالت استگر در بیاد. حالا چیکار میکنید؟ روی مارگیت شاکل سویچ میکنید، 5 یا 6 بار به زمین میکوبیدش قبل از ورود. 4 5 و اینم 6. حالا یه بارم من بیشتر میزنم 7. حالا چیکار میکنیم؟ وارد بازی میشیم. میبینید بازی شروع شده، یعنی باس فایت آهنگش داره پلی میشه، ولی خب اون تکون نمیخوره. سریع میرید سمتش. همونطور که دیدید خیلی راحت وارد فاز بعدی شد. اینم پایان این ویدیو. تا پارت‌های بعدی و آموزش‌های دیگه بدرود دوستان.